چالش 800 روز 799 ویدیوی آموزشی. روز اول فرض کنید زانوی شما مفصلش آسیب دیده، ضربه خورده، درد زیادی داره، ملتهب شده. یک دارویی میخواید که به بازسازی این قضروفه کمک کنه. وارد داروخونه میشید، انواع و اقسام مکمل‌ها هستش. مواد مختلف و متنوع زیادی هم توشون هست. همشون هم داروهای موثری ان، تاثیر دارن. اما 3 تا ماده هستش که اگر اون مکمل داشته باشه، تاثیرش از تمام مکمل‌های دیگه بیشتر هستش. خب حالا اون 3 تا ماده چی ان دوستان؟ ببینید اینا رو. این یک نمونهشه. خب این هم یک نمونه دیگه که من دیدم این 3 تا ماده رو توشون داره. حالا توی کپشن هم نوشتم، اینجا هم بهتون میگم. خب دوستان ببینید، همونطور که میبینید گفتم قبلا هم اسم مهم نیست، مهم موادی که توشونه. اینجا میبینید نوشته گلوکوزامین، کندرویتین و متیل سولفونیل متان یا همون MSM. دوستان این 3 تا ماده یکی از در واقع این 3 تا ماده اگر توی یک مکمل با هم دیگه باشن، تاثیر اون مکمل رو چند برابر میکنن. همین خیلی راحت یادتون باشه، گلوکوزامین، کندرویتین و MSM یا همون متیل سولفونیل متان. این پشتش هم مقدارش رو نوشته که حالا چه جوری باید مصرفشه. این مکمل رو هم من دیدم اینها رو داشت. الان دیدن این ویدیو کوتاه، یعنی فکر می‌کنم 1 دقیقه هم نشد، خب کلی میتونه تو هزینه‌های شما، تو وقت شما، انرژی شما صرفه‌جویی کنه، روند درمان شما رو سریع‌تر کنه و کارایی اون محصولی که دارید می‌خرید قطعاً برای شما خیلی بیشتره. اگه این ویدیو براتون مفید بود دوستان، حمایت کنید، این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید و یادتون باشه ما قراره که 800 روز با هم دیگه باشیم با 799 ویدیوی جذاب علمی که به شما تو انتخاب آگاهانه دارو کمک می‌کنه. مخلصم.